درود بر شما. من فرشاد امیرخانی از دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل ثبت شده در سندیگو کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا در چند دقیقه پیش رو در این ویدیو همراه شما خواهم بود. پیش از ادامه سخن پوزش میخوام که با تارهای صوتی گرفته این ویدیو رو خواهید داشت. من ترجیح دادم که به دلیل محدودیت و همچنین حساسیت زمانی انجام این ویدیو رو بدون معطلی برای شما عزیزان تهیه کنم. این ویدیو درباره تعلیق صدور ویزای مهاجرتی شهروندان 75 کشوری است که از تاریخ 21 ژانویه سال 2026 وزارت امور خارجه ایالات متحده به اجرا درآورده است. ما در دفتر حقوقی رد ایگل در حال آماده سازی دومین شکایت گروهی خود برای به چالش کشیدن قانونی نبودن این تعلیق برای شهروندان 75 کشور هستیم. هم از جانب موکلان خود و هم از جانب تمامی افرادی که در شرایط مشابه قرار گرفته شدند. این شکایت گروهی در یکی از دادگاه‌های فدرال ایالات متحده آمریکا که توسط وکلای حقوقی پرونده تعیین خواهد شد، ثبت خواهد گردید. تفاوت اصلی این پرونده با شکایت گروهی پیشین ما یعنی استوری علیه ترامپ این است که پرونده جدید به صورت کلاس اکشن مطرح خواهد شد. شرایط شرکت در این شکایت گروهی به این شرح است: برای واجد شرایط بودن برای شرکت در این شکایت این سه شرط باید به صورت همزمان در شما وجود داشته باشد. نخست اینکه دارای پرونده ویزای مهاجرتی مبتنی بر کار یا اشتغال یا مبتنی بر خانواده داشته باشید. متقاضیان برنامه لاتاری دیوی 2026 واجد شرایط این پرونده شکایت نخواهند بود. سپس اینکه باید شماره پرونده ویزای مهاجرتی خود را دریافت کرده باشید و فرم موسوم به DST 260 را ارسال کرده باشید. فرقی نمی کند که به تازگی فرم DST 260 را ارسال کرده باشید یا حتی در مصاحبه سفارت شرکت کرده باشید. در هر دو حالت می توانید در این شکایت گروهی شرکت نمایید. همچنین همزمان در شکایت گروهی دیگری که تعلیق 75 کشوری را به چالش می‌کشد شرکت نکرده باشید. بنابراین افرادی که در پرونده استوری علیه ترامپ به عنوان خواهان حضور دارند نمی‌توانند در این شکایت جدید شرکت داشته باشند. مهلت ثبت نام در این شکایت به این شرح است: برای شرکت در این شکایت گروهی باید فرایند ثبت نام و تکمیل مدارک را حد اکثر تا تاریخ 26 ژوئن سال 2026 به پایان رسانده باشید. برنامه ما این است که شکایت را در 10 جولای سال 2026 در دادگاه ثبت کنیم. نکات مهمی رو باید گوشزد کنم. نکته مهم شماره 1: بسیاری از متقاضیان ویزا علاوه بر تعلیق 75 کشوری تحت تاثیر یکی از ممنوعیت‌های سفری است که رئیس جمهور ترامپ با دستور اجرایی در واقع اجرای آن را اعمال می‌کند. این شکایت ممنوعیت سفر را به چالش نخواهد کشید. اگر شهروند یکی از 40 کشوری هستید که مشمول ممنوعیت سفر هستند و تصمیم به این شکایت دارید، حتی در صورت موفقیت پرونده این شکایت تنها یکی از موانع صدور ویزا را برطرف خواهید کرد و نه تمام موانع را. بنابراین شرکت در این پرونده برای شما مجاز است، اما باید انتظارات واقع بینانه و منطقی را برای آن چیدمان کرده باشید. نکته شماره 2: این شکایت گروهی مانند دیگر شکایات حقوقی دیگر هیچ تضمینی برای پیروزی ندارد. این پرونده به صورت کلاس اکشن پیشنهاد خواهد شد، به این معنا که ما نه تنها برای خواهانهای نامبرده و موکلان خود درخواست رفع مشکل خواهیم داشت، بلکه از دادگاه خواهیم خواست تا از طریق تایید کلاس اکشن برای تمامی متقاضیان ویزای مهاجرتی که در شرایط مشابه قرار گرفته‌اند حکم صادر نماید. با این حال صرف اینکه ما چنین درخواستی را مطرح می‌کنیم به این معنا نیست که قاضی با آن موافقت خواهد کرد. ممکن است دادگاه تنها به خواهانهای نامبرده رسیدگی کند و همچنین این احتمال نیز وجود دارد که موافقتی برای درخواست‌ها اعطا ننماید.
نکته شماره 3: در حال حاضر پرونده‌ای با عنوان کلینیک علیه روبیو در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک در جریان است که خواهان‌های آن نیز خواستار لغو تعلیق 75 کشوری برای همه افراد هستند. اینکه رفع مشکل و رسیدن به دادخواست‌ها نهایتاً نتیجه این شکایت باشد، یا نتیجه پرونده کلینیک علیه روبیو باشد، یا اینکه دولت ترامپ سیاست دوستانه‌تری نسبت به مهاجران اتخاذ نماید، هیچ تأثیری بر مفاد قرارداد و توافقنامه ما نخواهد داشت. هزینه شرکت در این شکایت به این شرح است: هزینه وکالت برای متقاضی اصلی پرونده $2000 است و تمامی اعضای خانواده وابسته به پرونده بدون هزینه اضافی تحت پوشش قرار خواهند گرفت. همچنین در پرونده‌های IR5 یا IR5 که هر دو والدین متقاضی هستند، تنها یک هزینه دریافت خواهد شد. شرایط پرداخت به این صورت است: $1000 آمریکا در زمان ثبت نام و آغاز فرآیند و $1000 دیگر پس از ورود به ایالات متحده آمریکا قابل پرداخت است که علاوه بر این بخش دوم هزینه، یعنی آن $1000 قسمت دوم میتوان در 4 قسط $250 پرداخت شود. توجه داشته باشید که اگر در این شکایت شرکت می‌کنید، متقاضی اصلی پرونده شما چنانچه ویزا دریافت کند، مسئول پرداخت بخش دوم هزینه خواهد بود. پرداخت بخش دوم منوط به دریافت حکم مثبت از دادگاه نیست. اگر مایل به شرکت در این شکایت گروهی هستید، فرایند ثبت نام به صورت آنلاین از طریق وبسایت redeaglelaw.com انجام می شود. برای شروع می توانید روی لینک زیرین کلیک نمایید. لطفاً پیش از ثبت نام بخش پرسش‌های متداول یا همان FAQ را در وبسایت ما مطالعه کنید تا مطمئن شوید که واجد شرایط شرکت در این پرونده هستید و همچنین با موضوع پرونده و نحوه محاسبات هزینه آن آشنایی کامل دارید. اگر پس از مطالعه همچنان سوالی برای شما مطرح بود، می توانید با ما در تماس باشید. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید از شما سپاسگزاریم و روز خوبی رو برای شما آرزومندیم.